وای نه تو خدا. سلام، من سارا من سوگندم و این کالیگوه. اینجا این با 7 شب 7 فیلم کوتاه ترسناک. یه دختری برای امتحان کردن لباسایی که توی فروشگاه برداشته وارد اتاق پررو میشه. اتاق مثل همه اتاقای پررو دیگه آینه داره. خیلی زود دختر متوجه میشه که این آینه یه آینه عادی نیست. منطقیه برام از پله ها بالا. من واقعا یه مغازه تو آذربایجان رفتم همین شکلی. آینه من واقعا دو تا آینه موازی. دختر چه عشق کرده. یه کفشم که آینه مواج. با بپوش سری دیگه. واقعا فیلم ترسناکایی که توش آدم ها رد فلگار نادیده میگیرن خیلی رو اعصابم. اشمام چی شد؟ نمیدونم. یه جایی تو آینه فرق داره. برو بیرون زن. نه دیگه باید تا آخرش رو ببینیم. ای وای. ای وای، یه آدمی که خودش رو دار زده. یه آدمی خودش وای. طبعا چرا تو مغازه هیچ کس نبود؟ داره تو آینه همینطور میاد بیرون و آینه رو نمیشه شکست؟ نه خانمی ترجیح داد قایم شه تو اتاق 1 در 1. آره زنگ بزنیم. در فیلم میگیره. دقیقا الان از تو گوشیش نیاد. وای نه تو خدا. مطمئنم اینجا برای سکته کنیم. ای وای کنابه.
من دوستش داشتم. دوستش نداشتی؟ من بدم نیومد ولی زنه واقعا آره میفهمم. به نظرم این فیلم ترسناکایی که یارو واقعا حماقت نمیکنه. مثلا گت اوت به نظرم اینجوری بود، یارو واقعا داشت حماقت نمیکرد و باز اتفاقای ترسناک میفته توش ترسناک‌تره به نسبت یعنی اینا رو آدم با خودش فکر می‌کنه اینجا من اگه بودم مثلا میرفتم بیرون از اون پله‌ها هیچ وقت بالا نمیرفتم و اینا. حالا آره من اینطورم که حقته. هیچ کس تو مغازه نبود، بعد تو رندوم ترین در فروشگاه که روشم زده بود احتیاط. آره راست میگی که روشم زده بود، ولی خب پایین‌تر زده بود اتاق رو و به نظرم کاملا منطقیه که تو هر جایی آره بعد در رو باز میکنی و میبینی که تا آخرین نقطه هیچ چیزی دیده نمیشه، اصلا معلوم نیست اینجا کجاست. پس ایول اینجا اونجایی که ببرم و لباس هم عوض کنم.